ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان که به خاطر حمایت از حقوق بازداشت شده‌ها و زندانی‌ها تشکیل شده است، در اظهارات نوش از بی‌اطلاعی درباره سرنوشت امرالدین علوتشویف خبر داده است. این سازمان گفته است حقوقشناس ائتلاف که ادوکات بازداشت شده می باشد در هیچ یک بازداشتگاه او را یافتن نمی تواند. ولی مقامات گفتند که این گپ اساس ندارد و علوتشویف که با نظرهای تنقیدیش درباره حادثه های بدخشان معروف است در بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه نگهداری می شود. چون و چراهای این موضوع را حالا با همکارم زرانگیز نوروزشاه بررسی میکنیم که با ما در استودیو می باشد. زرانگیز بگوید ائتلاف در اظهارات نوش مشخصا چی میگوید؟ بله خیرمان، ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه بگاه 17 فوریه با نشر یک اظهارات گفتند که با درخواست عائله علوتشویف برای حمایت او وکیل دفاع جدا کرده شد. با نوشته ائتلاف ادوکات آنها برای معین کردن جای نگهداری علوتشویف با بازداشتگاه موقتی از جمله بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی و بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی دوشنبه مراجعت کرد. ولی هیچ یک از این مؤسسه ها در آنجا نگهداری شدن امرالدین علوتشویف را تصدیق نکردند. ائتلاف خبر داده است که این واقعیت را در یک شکایتش به نام دستگاه اجرایی پرزیدنت دادستانی کل و دیگر ساختارهای دخلدار ارسال کرده است. این سازمان خیرمان از دسترسی نداشتن زیر حمایه‌اش به ادوکات از زمان استرداد او از روسیه و حبسش در تاجیکستان خبر داده است. بینندگان رادیوی آزادی هم از خبرها آگاهند که علوتشویف روز 11 ینور امسال در روسیه ناپدید شده. تنها روز 2 فوریه مقامات در تاجیکستان بازداشت او را تصدیق کردند. بله، ولی مقامات درباره دسترسی نداشتن ادوکات به علوتشویف چی میگویند زرانگیز؟ اینجا هم یک حالت زید و نقیض است خیرمان. بعد نشر اظهارات اعتراف امروز مقامات در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن را رد کردند. از جمله یک سخنگوی وزارت به رادیوی آزادی گفت که علوتشویف در سیزده بوده، خویشاوندانش با او دیداربینی میکنند. اما مسئولین ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه تاکید می‌کنند که تا دیروز 17 فوریه وکیل دفاع درباره در کجا بودن امرالدین علوتشویف و اتهام رسمی علیه او معلومات ندارد. 2 فوریه شادی حفیظ‌زاده سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی با ژورنالیستان گفت امرالدین علوتشویف برای گروگانگیری از آزادی محروم کردن و دیگر عملیات‌های جنایتی به حبس پیشکی گرفته شده است. مقامات اینچنین روز 11 فوریه در تلویزیون دولتی بدخشان نوار صحبت امرالدین علوتشویف را نشر کردند. معلوم نیست که این نوار در کدام شرایط ثبت شده است، اما در آن علوتشویف میگوید زیر شکنجه قرار ندارد و خودش اختیاری به وطن برگشت. جانبدارانش به این باور ندارند. تشکر زرانگیز نوروزشاه بود با جزئیات سرنوشت ناروشن یک جوان معروف از ولایت مختار کوهستان بدخشان. علوتشویف را پس از آن بازداشت کردند که در تظاهرات زادگان این ولایت در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت کرد. اعتراض در رابطه با حادثه های آخر ماه نوامبر برپا شده بود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.